بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین. شخصیت‌های بزرگ، فریختگان، اندیشمندان، علما، سیاستمداران کشور، اصحاب رسانه ها و همه حاضرین گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز ما جناب احمد ولی مسعود، در آغاز سخن به شما تبریک عرض میکنم و به همه همکاران گرامی شما به خاطر برنامه به نهایت سودمند و ضروری و ملی که در پیش گرفته اید. جای بسیار خرسندی است در شرایط حساس کنونی افغانستان ما به چنین برنامه‌های شدیداً نیازمند هستیم. ما از شما و همکاران شما این انتظار داریم که این برنامه را همچنان ادامه دهید، به خاطر اینکه اهداف این برنامه اهداف ملت و مردم افغانستان است. آرزوی ما این است که در هر دو مرحله تلاش جدی صورت بگیرد، یکی در مرحله انتخابات که پیشروی ما هست، اما از آن مهمتر بنیانگذاری بنیادهای اساسی برای وحدت ملی افغانستان. شما حاضرین گرامی، شخصیت‌ها، اندیشمندان، به خوبی در جریان هستید که فصل جدید افغانستان، یعنی 13 سالی را که پشت سر گذاشتیم، یک دوره کاملا جدید و نوین در تاریخ افغانستان است. اما آنچه که به نهایت برای همه ما مهم و ضروری است، ثبات کشور است. ثبات عناصری دارد که باعث محورهای اصلی حرکت ما باید باشد. اولین عنصر در ثبات کشور وثیقه مهم ملی ما و شماست که 10 سال پیش به تصویب رسید. قانون اساسی کشور است. قانون اساسی افغانستان باعث یک حرکت بنیادی و اساسی ساختارهای جدیدی را برای ما به ارمغان آورد، بنیادهای جدیدی را تأسیس کرد و ما در صورت میتوانیم به اهداف بزرگ ملی خود برسیم که در چوکات این قانون پایبند باشیم و حرکت کنیم. ما فقط یادآوری میکنم در فرصت 2 ماده از این قانون اساسی را مورد توجه قرار بدیم: ماده 6 و ماده 8. ماده 6 بنیادهای سیاست داخلی کشور را تشریح کرد. ماده 8 بنیادها یا اصول سیاست خارجی کشور. در ماده 6 هم 7 اصل ذکر شده، در ماده 8 هم 7 اصل دیگه. این 14 اصل میتونه بنیاد و اساس حرکت ما در سیاست داخلی و خارجی ما باشه. نمیخوایم به همه اونا بپردازیم، اما 3 عنصر در میان این 7 و 14 اصل به نهایت مهم است. اول، حفظ حاکمیت ملی افغانستان است. حاکمیت ملی در این قانون تعریف شده که حاکمیت به ملت افغانستان تعلق دارد. مردم افغانستان حاکمیت را اعمال میکنه، یا به طور مستقیم و یا از طریق نمایندگان خود، و انتخابات یکی از نمادهای اعمال حاکمیت ملی توسط مردم است که باید به او ارج بگذاریم و ارج میگذاریم. و عنصر دوم، منافع ملی افغانستان است. امروز سیاست در جهان و در سطح بین‌المللی بر اساس منافع ملی کشور و منافع مردم تعریف میشه که همه ما باید این اصل و این محور را محور همه تلاش‌های خود قرار بدیم.
و سومین عنصر وحدت ملی در افغانستان است. من همونطوری که پیشتر عرض کردم به همه دوستان خود تبریک عرض میکنم که عنصر وحدت ملی را شما به عنوان یک عنصر برجسته جزء مباحث اصلی آجندای این کنفرانس قرار دادیم. وحدت ملی افغانستان در عین حفظ تکثر و تعددی که جامعه ما داره، از نگاه قومی، از نگاه فرهنگی و از نگاه زبانی. اما من امیدوار هستم که در کنار حفظ دستاوردهای 13 سال گذشته افغانستان ما برای آینده بهتر به طور صادقانه و متحدانه حرکت کنیم. وحدت ملی، منافع ملی، حاکمیت ملی صرف یک شعار نباشد. ما آن را باید در عمل و در همه سیاست‌های خود پیش روی خود قرار بدیم. من قصد سخنرانی اصلا نداشتم، اما دوستان دعوت کردن، خواستم احترام و سلام خود خدمت حضار گرامی و بنیانگذاران این کنفرانس تقدیم کنم و می‌خواهیم بر یک نکته تاکید کنیم که تیم انتخاباتی ما، تیم تداوم و تحول، ما به تمام معنا از برنامه شما، از آجندای ملی شما، هم در مرحله قبل از انتخابات و هم بعد از انتخابات و در همه سطوح و در همه ابعاد اعلام حمایت قاطع و جدی میکنیم و از اصولی را که شما برای انتخابات در نظر گرفتین، اصولی هست مورد احترام ما و همه تیم‌های انتخاباتی مکلف است در چارچوب اصول حرکت کنیم و ما مجددا مراتب خرسندی خود را و همچنین حمایت قاطع خود را از برنامه شما اعلام میکنیم. تشکر و السلام علیکم و رحمت الله.